از انس رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند کسی که لا اله الا الله گفته و در قلبش به اندازه دانه جو خیر باشد از دوزخ بیرون می شود و کسی که لا اله الا الله گفته و در قلبش به اندازه دانه گندم خیر باشد از دوزخ بیرون می شود و کسی که لا اله الا الله گفته و در قلبش به اندازه ذره خیر باشد از دوزخ بیرون می شود. یعنی که انس رضی الله عنه می گوید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر شخص نفر لا اله الا الله گوید و در قلبش یک ذره خیر باشد او از دوزخ بیرون می شود. از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که شخص از یهود برایش گفت ای امیر المؤمنین آیت در کتابتان هست و آن را بخوانید که اگر بر ما قوم یهود نازل می گردید روز نزول آن را عید می گرفتیم. عمر رضی الله عنه پرسید که کدام آیت است؟ گفت این قول خداوند متعال که می فرماید امروز دین شما را برای شما کامل ساختم و نعمت خود را بر شما تمام نموده و اسلام را برای شما دین قرار دادم. عمر رضی الله عنه گفت ما روز و مکان را که این آیت بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل گردید می دانیم. این آیت در روز جمعه در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در عرفه ایستاده بودند بر ایشان نازل گردید. از طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه روایت است که گفت شخصی از اهل نجد با سری برهنه نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد. زمزمه صدایش را میشنیدیم ولی نمیفهمیدیم که چی میگوید تا اینکه آن شخص نزدیکتر آمد و پرسید که اسلام چیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ادا کردن 5 وقت نماز در هر شب و روز. آن شخص گفت دیگر نماز هم بر من لازم است؟ فرمودند نه مگر آن که نفل بخوانی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه گرفتن ماه رمضان. آن شخص گفت غیر از روزه ماه رمضان روزه دیگری هم بر من لازم است؟ فرمودند نه